حالا اینو زیاد دیدین که همه میان انواع و اقسام لپلپا و شانسیا رو میگیرن و آنباکس میکنن، اما این ویدیو فرق میکنه. حالا فرقش چیه؟ فرقش اینه که ما این لپلپا رو انتخاب نمی‌کنیم. سوپری محل آقای عیاشی اینا رو انتخاب میکنه و ماجرا به همینجا هم ختم نمیشه. بعد از اینکه من و مصطفی هر کدوم شانسیایی که آقای عیاشی واسمون انتخاب کرده باز میکنیم، قرار دوباره برگردیم همینجا و محتویات داخلش رو مجدد با آقای عیاشی بفروشیم. لپلپای آقای عیاشی میدین کجاست؟ اون پشته. بلد کجا بذاره؟ بلد لپلپا رو کجا بذاره؟ سلام علیکم. خب احمق مشتبه خورد به من چیکار کنم؟ آقا شخصی تو بود دیگه. سلام حسین جون. خوب هستم جون. جون برش بس. سلام بچه‌ها. مدل بویم جدیدم خوبه. چه مدلی اسمش چیه؟ مدل عیاشی. حبس‌تون نباشه موقع. عیاشی خاصو. حق کپی رایت بده. جرم میزنی؟ نه اصلا از این چرت و پرتا نمیزنم. نه همین دیگه نکن، تو این سن مدل من نکن. خدا سن بچه من دیگه چون خودش نگاه کن. چه پوزی چقدر تونوکه. من بودم بوسش می‌کردم. ژن خوب ژن بلکه مو در بیاره. به برکت داده است عیاشی. رنگ بزن رو ما. تو خود رنگ شده هست دیگه. بابا این رنگ طبیعی. بشو بچه بودی سیاه بودی آدمه. پس کلت مزدم. اصلا ما چی واسه چی اومدیم اینجا خسته؟ لپلپ. ما لپلپ می‌خوایم. جان؟ خداییش دیگه نگاه بهش واقعا 60 مدل دارم. آقا ما تازه جا نیست اینجا چه همین الان مرتب می‌کردم میگم اینجا چی شو شما لپ می‌خواید این خوراک خودته جون به انتخاب خودت باید به من و مصطفی علاقه‌ای که داری نسبت به ما به من و مصطفی لپلپ بدی. از هر کدوم از لپلپایی که داری یه دونه بده. مصطفی که مشخصه نه اونو شوخی کردم آقا من سلیقه‌ام ما گفتی به اختیار خودت تمام شد دیگه قربون نکن دیگه یکی این به شما بدم حالا به شما بدم شما یه چیزی میدم با یه تی دو نشان نگاه مسافرت نباش بری سامسونتیه یه چیز لاکچری عیاشی طوره حالش ببری ایول خیلی بود این کجاستن لپلپ من؟ آقا من سلام بدم تمام شد خودش انتخاب میکنه. محمد سلام نگاه کن عیاشی خودش با انتخاب میکنه. کارم نگاه کن دیگه حالا حساب آقای نگاه کن یه دونه از اینم به شما باید بدم جون نگاه کنین خب یکم بزرگتر بده من مشکل ندارم دختر داداش اصلا ممکنه تو این پراید باشه. تمام ممکنه سویچ پراید تو این باشه. کسی چه میدونه؟ شاید $100 باشه. مکوین من مکوین بده. پولا تو جمع کن. بلک هم هست؟ آره دیگه با یه تی دو نشان. عیاشی چیز خاص میاره. کون بده اون گنده رو من بده دیگه. خوب اصلا اینقدر پر صدا نمیده. بیا اصلا نگاه تو دوربین نشان میده. پر دیگه ها. توش مایوه. اینو 100 بد میدم اینو بده 200 هم بدید نصر کردم بدن اصلا بیا پایین اضافه من از این پاچه خالم خوشم نمیاد اصلا بوس کرد این پاچه خال ویدیو چک بده به کی پاچه خال من بودم اینجا گفتم تن به ذلت نمیدم من پیشنهاد بود قبول کرد رو هوا زد زرنگ بود خب به شما چی بدم دیگه میشه چیز خوب به من بدی خوب بدم چشم بیازم تو الان اینجا نشون میگه چیزی در آقا من حفظم تمام چیزا رو بلدم خود برند لپلو امیدوارم که اسپانسر ویدیو بعدی ما خود برند لپلو باشه خب به شما 3 تا دادم به شما 2 تا دادم بله شما کیف هم گرفتی سامسونت هم گرفتی به شما اینم بده این چیه؟ این سوپ جوراب چیکار کنم؟ بدبخت جوراب من چیکار کنم؟ این چی لپلپه؟ سوکسوکه؟ چیه این؟ این ته خاصاش از این سوکسوک همینه که توش جوراب در بیاد. بدبخت جورابی. موسی جورابی. تو کامنت ها لطفا بزنید موسی جورابی ممنون. جوجه رئیس. این توش هیچی جا نمیشه. نه. همون بگی تو بگی. نه نمادشو بچسب جوجه رئیس. خود جوجه رئیس من خود چیکار کنم؟ این نهایتا توش من مطمئنم. این مال من؟ من ستای من یه دونه اون چمدون نمیشه مشخصا اون بیشتر این برنده نگاه ال لول حالا این چند شد 4 یکی دیگه دارین شما 3 تا نفر 5 تا میخواین اصلا هر چند تا از هر کدوم داری ما بده اونجوری که بعد اصلا بعد پلاستیک بزرگ بیارین خداییش این چیه مثلا اینم خوبه اسمش چیه فاطمه زهرا اینا بلده پاتریک این منم نه نوبت اینه حالا شما رو بریم یه چیز دیگه بهتون بدم بابا توی هیچی جا نمیشه اصلا کنار لپلپام ببین چه پلاستیکی گذاشتم نگاه کنین مخصوص سوکسوفامه بذار داخلش سوکسوفامه بیا ببین من نذار دیجان قاطی نکنی تو پلاستیک خودتو بگیر من دیدین
ببین هنوز پر نشده. عیاشی پلاستیکاش معروفه. پر نمیشه. معروفه. انگیزه معروفه. میخوام یه جای دیگه نمیدونم. سوسی یه چیز دیگه. من یه فشاری هست. مدل موچ. اون فشاری من دوست دارم. ببین به خود برند الوئل بهتون بدم اصلی. گرونا رو گذاشتیم. نه بیا عیاشی با جنس خاص. بیا آقا بیا. بیا. بگونم دیگه. آمدیم سر اصل مطلب. این هم دخترانه. خود الوئل. دخترانه. ببین آقا دختر پسری نمیشه تو لپ لپ که. اون اصلا توش لپ لپ مگه این زده توش عروسک دیگه. اینم خیلی با. اینم الوئل واقعا توپیه. پول گرفتی 65. از این برای پول گرفتی؟ نه 665 نه اندازه توپشو اندازه توپش میگم 65. اینجا کجا میری؟ من این ویدیو تک سریع فرام میکنه. بله. میگم که چیپسی میخوایم بهتون بدم. چی نه شانسی میخوایم آقا. نه شانسی دیگه چشاتون ببندم بهتون بدم. توش مثلا ممکنه پفک در بیاد. آره موزباشو میگیرم. نه آقا پیش من آناناسه. به ما هم لپ لپ. بریم هم سر بازم بدم بریم. یه لپ لپ بگیرم. اینم من گرفتم. من اینو گرفتم. خب اینجوری دیگه. اون چه خودش انتخاب کرد. هر دو طرف اینجور آره. من دو تا بده اونجا دو تا بنده. دو تا بدم از اینم دادی به انسان دیگه. پسر تو چه پلاستیک نگرفتی؟ به من خودش نداد. سبد بذاره. به من نداد. کیندر منو میدی؟ آقا نمیخوام. اصلا گیر اینا فروش نمیده نه؟ ببین خالی میای شده. مغازه‌ایش اینا رو بخریم تو رو قرآن. خالی اینا شده. بعدم این چیه؟ این داد به تو؟ صورتی میخوای گفتم باز این چیه پولی؟ دست به من نزن. واسه آدمای پولیه. من پولی چی؟ یا علی پوپی. این خیلی واقعا پولی. پازله. اون کیندر بزرگه؟ این چیه؟ همین دست توشه. هر کیندره. فیکه؟ آره عزیزم. فیک تو بگیر دیگه. نه. فیک تو بگیر. نه. یه کیندر فیک بده به من. دیگه نمیاره. صورت این بابا نگاه مخصوص مصطفی صورتی هم احسان صورتی دل من خوردی. من بابا تنهایی بینی تجهیزی شده خالی با شوهره ها؟ ببین نگاه مثلا کاری ندارم باشه کیندر فیک اصلا هم یادم میتی با این چیه؟ توش میتی جزش در بیاری. بیجا نگاه قلاده داره قرار نکنه میبندیش تمامش کجاست آقا این گردن من جدی میگی؟ بله من برم 1 2 3 4 5 6 7 تا من برم من 18 تا دارم 1 2 3 4 5 6 7 8 تا به یکی دیگه به من بده ما بریم این اون تخم کوچولو آبش بده آقا صورتی تخم کوچولوی صورتی ایول همین خوب جونه یه چی خوب جونه یه چی خوب بده تمام این چقدره 20000 تومان یه چی خوب بده اصلا همین 100 تومن تمام شد رفت تو دهن منو سرویس کردی سر اینکه اولی اینو با من داد گنده به من داد خیلی بیشتر از من گرفتی خیلی بیشتر از من به من نگو دو گوز بده من کیندر منو بده من کیندر منو بده من بابا 3 4 تا از تو کونه این بچه رئیس چی میخواد جاشه اینو من بگو تو این میخواد چی جاشه عشق محبت گوز من ریدم تو عشق و محبت فقط گوز تو شو میشه داشت این خدای فکر کن این دوتا دهیچ اینا رو میزنه خفه شو بابا اینو تو نگاه کنی اندازه جایزیه اصلا سبکه داداش آنباکس کردن واقعا لپ لپ یا هر چیزی واقعا حس خوبی داره داشت زد اینو قطع کردیم مشتاق نور قطع مشتاق زد نور رو قطع کرد این تو تنش هیچی نیست تنش پوچه اما گوزه وای اون کونشو بدی به من نه چرا اون بچه رئیس خودم داشت خود برو کن هیچ دیگه بس یا حسین آلوچه توشه این بود آرمان‌های امام با خیلی بچه رئیس آشغال بود بچه رئیس واقعا آشغال بود من این توپه رو باز میکنم تا این به قرآن همه هرچی این آتاشخانه بود کرد تو من این برنده هم داد به این دو تا این لوپیه چی داد لول من تو باز کردن وسایل مشکل دارم یکم دیگه این تو دهنم باشه بالا میارم مطمئنا این با بچه رئیس یکیه جعبه مشابه جون جعبه چی توشی؟ یه دختر خانم لو همین؟ آمیزاد فرصت من این مداد رو میخوام باز کنم اینو من 450 میگیرم اینا
مداد راحت میره داشت. تو هر چی من به نشون دادم گفتی راحت داداش میره. خب راحت میره داشت. تو مثلا بگو من 450 اینو میکنم تو کونم میگم این سخته و مداد داشت راش مشخص خیلی راحت جالبه، میره. خیلی جالبه. داشت خود شبیه شیافه. نمیگه نشده مثلا نمیره، میگه سخته. تیر برق عملشون بدن میگه سخته. سخت به حال من دارم میگم سختی کار داره. 45000 تومان قیمت اینه. اگه توش مداد باشه واقعا مزخرفه. زرمان بذار من باز کنم. تا آخر ویدیو دوستم. عالیه عالی. این چیه؟ برچسب آودی. اون برش لامبورگینیه. این برش لامبوره. لامبو. مثلا؟ تراش. مداد نباید تراش بود. انگری بردز. انگری برد. 5-6 تا ماشین بودا. ایول دمشون گرم داداش. جاسویچی که این اصلا حتی برچسبم نیست، یعنی اینو نمیتونی جایی بچسبین، کاغذ عادیه. گردنبند تر اسکلنت. وای داداش شیطان پرستیه، اینو نذار. نخه صاف شده نه. داشت من انگری بردزو باز میکنم پس. همون چرا باز من ریدم دهن بچه رئیس بیناموس مادر سگ که همه چرا جا همه جا ترشک من ریدم میزنن؟ تو دهن بچه رئیس. ترشک رو دایی بده. برچسب بچه رئیس من میخوام چه گویی باش بخورم. این چه گلدون؟ پشمام حاجی جدی گلدونه. گلدون گلی؟ بذر. این واقعا خفن ترین چیزی بود که تو زندگی دیدم. خیلی آموزشی خوبی بود. باریکلا. خاک و بذر و اینا آب میدی این گلدون میشه. خاک تو سرت. پشمام. یاد بگیر. من از چی یاد بگم؟ احمقی تو انگیری برد در اومد. یعنی شما تو کلتون خراب باشید تو زندگی به چیز خوبی میرسین. این چیه؟ پس در اومد. چی کار میکنی؟ من بذار ببینم میمونه. بده من ببینم. این چیه اصلا من نمیدونم. کش داره. فکر کنم آها من فهمیدم. آلی. اینو اجازه بده. اینو بکاری. اون بعضن بکاری. یه چیزی ازش در بیاد، یه چیزی بهت میده. اون محصول یه چیزی که به این وصل میشه. احمق اون چسب واسه داداش تو اونو بده من. بچه‌ها راستی تشکر ازتون بکنم بابت اینکه کامنت ها رو ترکوندید تو ویدیو قبل. دمتون گرم که اینقدر قلب صورتی فرستادین. من در ادامه بازم درخواستای زیادی ازتون دارم. دمتون گرم. یه سری بودن قلب زرد میفرستادن. زرد رنگ مورد علاقه اینه. نفرستین لطفا قلب زرد نفرستین. چون بفرستین این میاد به من زبون درازی میکنه. چقدر این توش چیز داشت. این چیه؟ ماسه جادویی. زمانی که ماسه را در آب میریزید حالت خمیری میگیرد و زمانی که دوباره آن را از آب بیرون میآورید ماسه خشک است و با حالت پود در میاد. ولی بیلچه تو سطح نمیده. این چیه؟ عروسک توش. دایناسور. دایناسور چیه احمق؟ این خره. اما دایناسور خر اینجوری آج نداره. کاتاف احمق خر کدوم دایناسوری روش افسانه عجب می‌ذاره؟ عقب مانده هستی تو. نگاه کن اینجا رو. داداش زین داره. من دایناسور زین داره ریدم دهنه. داشت خرش چرا یاد نمیاد؟ خب. از اجرا هر چیزی برمیاد. این تا الان دهی شما رو زد. من این پاتریک بیناموس رو باز کنم. جون ما دست نزن دیگه. من دست زدم. دست نزن. واه ماتور. موتور عجب موتور بدن نخوری. موتور خیلی از اینا بدم میاد. باز ترشک داره تو جا. من زخمی شدم اینقدر با من ترشک. آخه ترشک خوبم نیست. وای حاجی از این جورچینا من خیلی بدم میاد. چرا باید جورچین بدیم به ما؟ خب من برم سراغ لول. او مای گاد. این چرا توش بازی نکنه از این جعبه‌های بی‌نهایت باشه تا صبح من جعبه بخوام باز کنم. من تو باز کردن یه مقدار ضعیفم. این چه خبره؟ باربی توشه؟ باربی توش بود؟ چه لبش اینجوری دهنش رو بازه. ژل زیاد زده. شونه باربی، عینک باربی، لباس باربی. لباسش چقدر منعطفه. آناتومی این باربی چه خیموسه. این چه انقدر شکم داره. باربی من این نباید چیز باشه. حامله است. قشنگ مناسب موهای تو، یعنی با حجم موی تو یکی داره. در نهایت این داخل این پکیج گوه این بود. این چیه؟ من نه هی داره از چی؟ باتری میخوره. چرا اکسسوری داشت؟ این اکسسوری یعنی چی؟ این چه جالب.
بکن تو دماغم. مسافوش کن دیجا من لقمه تمام شد تو این همه دور داشت تو هم داری تو چقدر بابا فکر آقا این دو سه تا گوز من دارم دیگه باز کنم خوبه تو. عیاشی تو دوست داره بده بیشتر میده لپ لپ من با دستشو ماچ کنم به من یه دل بیشتر بده به تو دست کیکس مکس داد داشت کیکس مکس این خیلی پکیجینگش قویه داشت علوم پیشه داشت اینو گفت بخور قلک هم میتونی استفاده کنی پشما صداشخار ای جات داخل همینه تو خونت همینه تو زندگیت این توه عجب چیز باحالیه این داشت چیز زیست ایول بهترین بجا شیشه نداره دیجا این پربارترین چیزیه که ما عجب چیزی تو دست نزن همه توش هست عجب چیزیه دیجا آدم فضایی ایلینت پشمام حاجی این در 24 جهت مختلف این دستش تکون میخوره آقا شو 34 زد الان بازو هم میگیرم داشت بیا یه بار دیگه بازو بگی یه بار دیگه بازو بگی چه شبیه اشکان شادکامیه نه این شبیه حریف عادی چوپانه کله تکون میخوره آها جان شبیه دشمن سوپرمنه بابا بگی بنداز دیگه حالا بهترین وسیله بود که من این خیلی خوشگل داشت دست نزن نختندون نه احمق این لواشک متری پستیله بیشور اونو کم باید بخوری گفت تو چرا خوردی اینو بیشور کسافت مادر این چیه این پاکونه قربانی بده من با گو نخوره هر چی دم دست جست میخوره داش افتاد پاکونش افتاد احمق پاکونه عجب بخوری نه قلب صورتی برای اونایی که قلب صورتی میفرستن دستبند بسکتبال تمامش میکنیم اینجا تاسو برای من برزر بیار وا بده من جات داخل همینه اما اینم بود داخل قلبه اینجا افتاد که آب نبات دیبروینه است چرا؟ روی آب نبات عکس دیبروینه تو چرا نمیدی آب نبات یه دقیقه واسه قندت بالا میره این چیه؟ این داخل قلب من بود آب چیه؟ نبات منو بده چیه؟ من نمیدم این چیه این داشت چیه جدی چیه؟ داشت آب نبات منو بده میدم آب نبات هم بده میدم. آب نبات هم بده میدم ماشین بود تو این چیه؟ بذار ببینم چیه بد میدم به خدا میدم بده من آب نبات هم بده بد ببینم چیه شکلات توش دیگه بذار ببینم خدای بده توش شکلاته اجازه بده ببینم چی میدم میگم توش شکلات دیگه تو کجا میدی چند تا مگه لپ من بهت میگم توش شکلات من لپ باز کردم کی باز کردی الان داشت اینجا نمیتونی ببینی نه بذار باز کنم کامل یعنی چی من کوری مگه آره کورم این هم باز کنم یک حضرت عباسی یک بیا کیندرم رو همزمان باز کنیم یه تبش که قطعا شکلاته چی عجب چیزی این عجب چیزیه خودم فضایی این چی میگم داشت این که اصلا چیز جالبی نبود به نظرم کاکاو کیندر من بده کاکاو کیندر با مش میزنم تو صورتت کاکاو کیندر من بده من نگفتم کاکاو کیندر من بده بگرد تهمت نزن کاکاو کیندر من بده کاکاو کیندر تهمت نزن تهمت من نمیدم هر کی دم دستم باشه میزنم دایی جان بده من تهمت نزن گوه منو نخور کاکاو کیندر من بده حیوان میگم من نگفتم ویدیو رو بیا بگیر کاکاو کیندر من بده من بهت میدم بیا من بده همین الان کاکاو کیندر من بهت میدم همین الان من بهت میدم بیا همین بیا حالا حیوان میگم من نگرفتم دیگه الان اینجا افتاده میگیریم حالا بشه کجا افتاده چه گو میخوری کجا افتاده بذار اینو باز کنم کاکاو کیندر من دست من نیست چه بذار من دست زشته بیا با ازا میزد با این همه عقبت با مطلوب کاکاو کیندر من اساسا مثل ناموس میمونه واسه من کاکاو مثل آدم بده مثل دست شل میکنم میزنم تو صورتت کاکاو کیندر من بده بیشور میشه برای تو فقط ببینم نه همین موندی تو پس بذار من اینو باز کنم
یک عدد گوشواره عروسک باز کن داشتین باز کن درست کن اینجوری باز کن چیه داداش؟ بابا این مال بزن تو زمان بزن من زرنگم من میفهمم چیه زنی گفتی باز کنم باز نه گو خوردم داداش گو خوردم آقا گو خوردم عجب گرفتاریم من چیه داداش میترسی از آره از صدای یهویی بلند میترسم فوبیا دارم از خودش نمیترسم از اینکه بترگه میترسم نمیتونی که من نمیتونی کنم با آقا بابا دست من دیگه کورت میکنم الان دیگه جا نمیبینی اوی بابا اینو بگی بنداز بابا برم میگم از صدای بلند یهویی میترسم از ارتفاع میترسم از مار از سگ میترسم بابا به جهنم چیکار کنم من احمق این چیه؟ خب برسیم به سوپر جعبه های شانسی من ریدم تو این زندگی مطمئنم تو این دست نزن به جعبه من داشت میشه باز کنی اینجا این چسبو بکن این برش هم چسب داره ریدم در بابا یه فشار بدی چسب بشه دست نزن دیگه هی من میخوام آروم باشم تو ویدیو هی گو میخوره تو همونو واکن از این بستا داره بست قالپاق زدم به این داشت واه دست نزن عجب مکوین داره مکوین با همین به اسرائیل هم نمیدونم این چیه؟ بلال بچه من برای اینکه بخوام همزمان بهشون چیز کنم نشون بدم برای من چی اومده خب اینا چرا اصلا این چیزی ندارن خرچنگ لاک پشت بیلچه و از اینا هست کیف لوازم آرایش نکن با بس دیگه حالا فکر کنم پرواز میکنه این بسه چی کار داری میکنی؟ این بلاله فکر کنم پرواز میکنه داشت پرواز نباید بکنه؟ مک‌کوین چه زرد چه سفیده داشت این چه چرخوش بطری نوشابه هست قشنگ وسایل بازیافتیه چرا رنگ نمی‌کنی خب قرمز کنی نداره اوه موتور داره خود موتورم هست جان کجا بهش 25 سالته اون چیه؟ توپه داشت از این توپا تو داشتی؟ من داشتم خیلی چیز شروع بریه این میدونی اصلا دانش این چی بود؟ انقدر که بچه ها با جراب توپ درست میکردن یه کمپانی اومد اینو ساخت باش من بده یه دست بزنم یه دقیقه این توپو بده به من نمیخوام توپو بدم به تو توپمو نمیخوام بدم به تو یه دقیقه توپتو بده نمیخوام داداش با توپای خودت بازی کن من توپ ندارم بده هممون داریم داش مثل فیلم اینسپشن کریستوفر نولان تو این صحنه که فرفه میچرخه ویدیو تمام کن این همش خواب بود اما حالا تو اینجا قرار ما هر چی که در آوردیم از بین لپلپای خودمون رو بذاریم تو این جعبه بزرگا بریم پیش خود آقای عیاشی سوپرمارکت محلمون و قانعش کنیم که جعبه ما رو بخره داش من استاد فروشم من استاد فروشم سلام علیکم سلام علیکم مال من چرخ داره بدبخت من چمدونی هم. کل چیزایی که ما دادی جا شده وسایل مصطفی همه سکسکاش رفته این تو وسایل من همه شانسی رفته این تو ما اومدیم که مشکل من نیست شما راضی نبوده شما نه تو یک کدوم اینا از ما بخر یک کدوم اینا رو بخرم با چی میگه بیا پایین از نه لطفا بخر لطفا بخر آقای چند بخرم هر کرمته کیلویی میخوایم اینا این که کلا 20 گرمه کلشه که ما 2 خوردی پول سکسک دادیم دیگه شما 10 میلیون پول بدیم به من چه خب 100 بخر اینو از من نه من خیلی قویه توش خیلی چیزی داره من اینو 550 550 یه خودت بدون کدوم بهتره من که جنس خوب به تو دادم اجازه بده اجازه بده خوبه به این دادی آره الان میگی نه بخاطر من یه رفاقتی با هم داریم یعنی چی رو واقعا نه این تو همه خوب بود چون این کارو کردی این تو پراید اجازه بده من این بخری من جانت بشم این مال منه این مال لپلپ من بود این تو لپلپ من بود این از طرف لپلپ من تقدیم شما من کی به این مال من بود
مصطفی جون ارادت دارم ارادت دارم خیلی مخلصم دست می‌دم. آقا من عیشی. میفروشم حالا اگه اینجوری شد 800 اگه اینو بخری بردی بالا که آقا عیشی، خیلی اگر خوبه. اینو بخری توی خیلی لاتاری هم برنده میشی. من از یه اصطلاح دیگه استفاده میکنم بازم یه لحظه بیا من میگم که این خیلی چیزا دخترانه زیاد داره بابات میدونه هر چیز صورتی دخترانه است به من خودم دید اینو به بابا دور از من بخره این توش پراید چرا چه به درش میخوره برای آینده. اینو انتخاب کردی اینو انتخاب کردی تمام. 950 این علم فروش همینه الان کجا گذاشتی؟ دختری در پوست اینجوری نباشه 950 آقا پول ندارم بعدا کارت بگار کن دیگه کارت بگار کنم آره. آقا عیشی، این خیلی. چی شد؟ اون برد وایسا وایسا